بسم الله الرحمن الرحیم. پس از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم برخی از قبایل از اسلام برگشتند و مرد دروغگویی به نام مسلمه کذاب ادعای نبوت کرد. مسلمانان لشکری برای مقابله با او آماده کردند که به فرمانده خالد بن ولید بود. او دو ارتش در نبرد بزرگ به نام نبرد یمامه به هم رسیدند. زمین یمامه در آن روز با صدای آهن و خون پر شده بود. شمشیرها زیر خورشید سوزان می درخشید و فریادهای جنگجویان مانند رعد و برق در صحرا بلند می شد. لشکر مسلمانان با شدت با پیروان مسلمه کذاب می جنگید و نبرد یکی از خونین‌ترین و دشوارترین جنگ‌هایی بود که مسلمانان بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام دادند. ساعات طولانی جنگ ادامه داشت و کشته های فراوان از هر دو طرف سقوط کردند تا اینکه گاه موازنه به نفع این طرف و گاهی به نفع آن طرف میشد. اما هنگامی که پیروان مسلمه کذاب ضربات مسلمانان را دیدند، ناگهان به داخل باغ بزرگ با دیوارهای بلند پناه بردند و درهای ضخیم آن را محکم بستند. این باغ مملو از جنگجویان بود. دیوارهای بلند آن بالا رفتن را دشوار میکرد و درهای آن با نگهبانان مسلح محافظت میشد. مسلمانان در خارج باغ متوقف شدند و به دیوارها و نگهبانان پشت آن نگاه کردند. اگر به در نزدیک می شدند با تیر کشته می شدند و اگر تلاش می کردند بالا بروند زیر ضربه شمشیرها سقوط می کردند. سکوت مرگبار حاکم شد، لحظاتی که از خطرناکترین لحظات نبرد بود. در میان این تنش مرد نحیف با چشمان تیز و نگاه نافذ که گویا آتش در آن میسوخت جلو آمد، به دیوار نگاه کرد، سپس به سربازان اطرافش و با صدای محکم گفت: من را روی سپر بگذارید، سپس با دستانتان بلندم کنید و به داخل باغ پرتابم کنید. سربازان شگفت زده شدند. در داخل باغ هزاران جنگجو بود و کسی که تنها به میان آنها پرتاب می شد گویا خود را به مرگ می سپارد. به دنبال نجات نبود بلکه به دنبال فتح بود. برخی از سربازان به او گفتند: ای البرا، کشته خواهی شد. او با لبخند آرام پاسخ داد: این همان بهشت است. سپس سپر بزرگ آوردند. البرا روی آن استاد و شمشیرش را محکم در دست گرفت. سربازان سپر را روی شانه ها و سپس روی دستان خود بلند کردند و او را بالا پرتاب کردند و در لحظه کوتاه جسد البرا از روی دیوار به داخل باغ سقوط کرد. مانند صاعقه هجوم برد، شمشیرش را کشید و به راست و چپ حمله کرد. جنگجویان اطرافش جمع شدند تا او را بکشند، اما البرا با شجاعت غیر طبیعی می جنگید. او با سرعت خیره کننده حرکت می کرد، یک نفر را می زد و به نفر بعدی حمله می کرد. گویا همه نبرد را او می کرد. شمشیرها و نیزه ها به او برخورد می کرد. زخمی شد و خون از بدنش جاری شد، اما پاهایش از حرکت باز نایستاد. هدفش واضح بود: رسیدن در باغ. قدم به قدم راه خود را میان جنگجویان باز کرد و سرانجام به در بزرگ رسید. نگهبانان با شجاعت می جنگیدند. او با شمشیر بر آنها حمله کرد و آنها را کنار زد. سپس دستگیر آهنین در را گرفت و آن را باز کرد. در همان لحظه لشکر مسلمانان از بیرون مانند سیل فرو ریخت. باغ به صحنه نبرد عظیمی تبدیل شد و جنگ از نو شعله‌ور شد تا مسلمه کذاب کشته شد و ارتشش شکست خورد. البرا بن مالک پس از نبرد به زمین افتاد و پر از ضربات شمشیر گفت: پیش از 80 زخم از ضربه و نیزه و در بدنش وجود داشت، اما شگفت‌انگیز این بود که او نمرد و زنده ماند. گویا خداوند جل جلاله او را نگه داشت تا شاهد باشد که شجاعت می تواند کاری کند که حتی ارتش ها از انجام آن عاجز باشد. عمر بن خطاب درباره او می گفت: البرا را در لشکر به کار نبرید، زیرا آن را هلاک می کنند. زیرا وقت وارد نبرد می شد هیچ راهی نمی شناخت جز قلب خطر. و بدین ترتیب آن لحظات طوفانی نبرد یمامه به پایان رسید. باغی که پیروان مسلمه در آن تحصن کرده بودند صحنه تعیین کننده در تاریخ تبدیل شد. فتنه با کشته شدن مسلمه کذاب و شکست ارتشش
توسط مسلمانان به رهبری خالد بن ولید پایان یافت. اما در میان تمام هیاهوی نام یک مرد در دلها و نه فقط در کتابها باقی ماند. صحابه شجاع البرا بن مالک رضی الله تعالی عنه، مردی که تنها خود را به میان 1000 جنگجو پرتاب کرد، جز شمشیر و یقینش به خدا چیزی نداشت و لحظه ناامید را به آغاز پیروزی تبدیل کرد. او به دنبال افتخار نبود، بلکه قلبش به نصرت دین خدا وابسته بود، هرچند قیمت آن جانش باشد. البرا ثابت کرد که ایمان اگر در دل پر باشد، قدرت پر از ارتش ها می آفریند. مردی که تنها خود را در میان هزاران جنگجو انداخت و دری را گشود که با آن آهن باز نمی شد، بلکه با یقین و شجاعت گشوده می شد. این داستان شاهد ماندگار است بر این که تاریخ را نه تعداد بلکه دلهای مومن می سازد، دلهایی که از مرگ درهای حق نمی ترسید. خداوند البرا بن مالک را رحمت کند. او شجاع زیست، مخلصانه جنگید و درسی برای امت باقی گذاشت که فراموش شدنی نیست. مرد صادق می تواند در فتح یک ملت نقش داشته باشد.